درود بر شما همراهان همیشگی مرز شکن. من سوگند هستم، محقق و گوینده این کانال. این ویدیو یک مستند جذاب در خصوص گذشتگان یا جهان باستان نیست، بلکه درد و دلی دوستانه با شماست. ابتدا بابت شرایط سختی که در چندین ماه گذشته همگی تجربه کردیم، عمیقاً با شما عزیزان ابراز همدردی می‌کنیم و امیدواریم حالا و در این لحظه احساس روحی بهتری داشته باشید. امیدواریم آموزه‌هایی که همیشه با هم مرور می‌کردیم باعث شده باشند تا حداقل کمی راحت‌تر از این شرایط سخت عبور کنید. در طول 5 سال گذشته ما در کنار هم پرده از رازهای زیادی برداشتیم. در مورد عقاید و باورهای گوناگون کنکاش کردیم. با شخصیت‌های مهم تاریخ و افکار آنها آشنا شدیم. عجیب‌ترین و جذاب‌ترین سیستم‌های جادویی و عرفانی را مرور کردیم. به اسرار ادیان و فرقه‌های مختلف پرداختیم و تا حد امکان سعی کردیم بفهمیم نیاکان ما چه دیدگاهی نسبت به آفرینش و جهان داشتند. در تمام این سالها هدف ما کسب و گسترش دانش و آگاهی بود و هنوز هم هست، اما خب تولید محتوا در این سبک هیچگاه راحت نبوده، چه از لحاظ ارائه اطلاعات چه از لحاظ ادیت تصویری ویدیو. گاهی با موضوعاتی روبرو می شدیم که توصیف و بیان آنها واقعاً چالش برانگیز می شد. ساعتها درباره نحوه چینش اطلاعات فکر می کردیم تا درک مطالب را برای شما آسوده تر کنیم. گاهی اطلاعات مدرن و باستانی طوری به هم گره می خوردند که شبیه به قطعات پراکنده یک پازل بزرگ می شدند و چیدن این پازل ها در کنار هم عملاً مانند یک معمای بزرگ حل نشدنی بود. با این حال ما همیشه تلاش کردیم تا حتی اگر موضوع پیچیده شد باز هم اطلاعات را دقیق و بدون ابهام در اختیار شما بگذاریم. تمام ویدیوهای 20 یا 30 دقیقه‌ای که شما تماشا می کردید در واقع نتیجه ساعتها و روزها تحقیق، جستجو و بیخوابی بودند. ما همیشه سعی کردیم ادیت تصویری تا حد ممکن با مطالب ویدیو یکسان باشد. به همین علت در این اواخر برای هر یک جمله و هر 10 ثانیه از ویدیو انیمیشن سازی می کردیم تا شما احساس کنید یک فیلم کوتاه تماشا می کنید. با این حال گاهی شدت خستگی باعث می شد اشتباهات لفظی هم داشته باشم که البته بابت این موضوع عذرخواهی می کنم. در تمام این سالها ما از درآمد یوتیوب برای ساخت و ارتقای کیفیت ویدیوها استفاده می کردیم و هیچگاه هیچ اسپانسر یا منبع مالی جداگانه‌ای نداشتیم. البته هزینه ساخت برخی ویدیوها گاهی از درآمد ما فراتر می رفت، ولی باز هم تلاش کردیم کیفیت را حفظ کنیم، چون همیشه این مهم بود که شما محتوای با کیفیت تماشا کنید. با این وجود متاسفانه در 3 ماه گذشته به دلیل عدم فعالیت، عدم حضور در مقابل دوربین و مابقی قوانین جدید و سختگیرانه یوتیوب درآمد ما بسته شد. حالا در کنار تمام سختی‌های تولید محتوا ما با یک چالش بزرگتر هم روبرو شدیم، اینکه درآمدی برای تأمین هزینه‌های تولید نداریم و مشکل اقتصادی به مانعی بزرگ برای ادامه تبدیل شده. در کنار اینها در یک اقدام عجیب پشتیبانی یوتیوب از ما خواسته برخی از ویدیوها را کاملا حذف کنیم، یعنی به صورت غیر مستقیم از ما خواسته شده در خصوص برخی مسائل صحبت نکنیم. با این وجود در مدتی که حضور پررنگی در کنار شما نداشتیم همچنان به تحقیق و پژوهش ادامه دادیم و به رازهای عجیب بیشتری رسیدیم. برای مثال اتفاقات اخیر و افشای ناگهانی اسناد مربوط به یوفوها صرفاً یک تصمیم سیاسی نبود و در پشت پرده ماجراهای مهمی رخ داده. اینی که تمام تئوری هایی که زمانی توطئه آمیز خوانده می شدند ناگهان به واقعیت محض تبدیل شدند بی‌دلیل نیست. در آینده‌ای نچندان دور قرار است با عجایب بیشتری روبرو باشیم، چیزهایی که باعث شوک شدید ما نسبت به علم و واقعیت خواهند شد. در رابطه با برخی از این موضوعات محتواهایی را آماده کردیم که حتما در کانال پس از ما آپلود خواهیم کرد.
ما به پازل‌های بیشتری رسیدیم که با کنار هم قرار دادن آنها به تصویری واضح اما هولناک از واقعیت دست پیدا می‌کنیم. ولی ما برای ادامه مسیر و ارائه اطلاعات بیشتر به حمایت شما نیاز داریم. گرچه مشکلات اخیر آسیب جدی به ما وارد کرده، اما با حمایت شما این مشکلات حل شدنی است. در واقع فقط به دلیل وجود شما و با حمایت شماست که اکنون ما سرپایی ایستادیم. بنابراین درخواست می‌کنیم در کانال پس از ما عضو شوید و محتوای کانال دوم را دنبال کنید تا از این طریق مسیر آگاهی را ادامه دهیم. همچنین ما 2 کانال تلگرام هم برای مرز شکن و پس از ما تأسیس کردیم تا محتوایی که امکان آپلود آنها در یوتیوب وجود ندارد در تلگرام در دسترس شما قرار دهیم تا شما از جزئیات مطالب آگاه باشید. در انتها بابت تک تک لحظاتی که در کنار ما بودید و هستید و برای تمام سالهایی که ما را همراهی کردید صمیمانه سپاسگزاریم. هنوز مرزهای زیادی برای شکستن باقی مانده، پس اگرچه سخت اما ادامه خواهیم داد، چون گسترش آگاهی رسالت هر انسانی است. این تنها راهی است که ممکن است چرخه معیوب زندگی مادی را از بین ببرد و انسان را به درجه بالاتری از خرد برساند.